خیلی اینا مثال گپ امی فرهنوزا بگیریم نه فرهنوز شرف امیرا اینا ایروز هم مامام نیسته و گذشتگی اینا ایروز مامان نیسته اینا فرهنوز میگه نه کمیتریو دا میخونه تراپیسانا میگه نه آخه من فکر میکنم که همین لبوی مردکی که خچ مردک میکنم و چیزی رشک است نه میگه یه سودش مو چی من اینا دورم میگه نه میگه شویرش خدمت میگم تو گم میکنه. در همین بحث من میخوام که قدردانم رفاعت و دون جوان میگن که زنگیرون ایده ما بود خچ بعد از بگیره اگه ما درو ایده ما که جو میدونیم ما افتی همه وزن برای چه من مودم فرانسه قطعا 3 سال گپ نزدم همون رو ما پرزیدنی ما وقت گنده می نویسه اینا یک سالشی دم ابراهیم همیش مو خرسنده این شما سیام کردین که بحث کردین گمو خبر رسونده همه چیز اهمیت کی دوستان عزیز ما اویاکاسای خود را کوش شدیم و اکنون می توانید با نرخ ارزان دست از ما خریداری نمایید. اویاکاسای منیجابانو 24 ساعت در خدمت ما و شما است. پس شما بی‌ملال می توانید که زنگ زنید. نگفته نماند که اگر از یک اویله پدر مادر اینجوری فرزندان می توانند اویلوی یعنی سیمنی وارد دیگر شهرهای دنیا شوند شما می توانید تخفیف‌های بو را صاحب شوید. اویاکاسای منیجاب بهترین اویاکاسای باورینو در روی دنیا. مهاجران عزیز اگر عین حال ما رو تماشا دارید ما با شما توصیه خوب داریم اهمیت داده باشید ما مدتی دراز است که یک شرکت رو به شما توصیه میدیم شرکتی باخا میتواند که برای داکومنت های شما رو تخت نمودن شما رو به گرانیسا برده با سری بلند به جایتون برگرداند پس بی‌ملال میتوانید که به باخا مراجعه کنید بسیار هم شرکتی باوریناک است مرحمت شرکتی باوریناک شرکتی باخا السلام تماشاچیان عزیز ما عین حال قرار داریم در شهر باختر مطمئنم که همه بردم و سلامت هستید باوری دارم که با نوگونی‌های تازه این نوبت شما را شاد می‌سازیم دوستان عزیز بیاید من معرفی میکنم یکی از هنرمندان بهترین که هم در صدا هم در سیما و عموما کلیپ‌های جدیدش همه را قائل گردانیده است این نوبت مهمانی برنامه استوریز هستند عزیز بیگ پیش از همه شما را با برنامه ما خوش آمدید میگیم سلامت باشین زنده باشین و خیلی تعریف کردین از رحمت برای تعریف و مخلصانه خدمت خصوصا نخودم تعریف باشه و زنده باشین یک گپی که اگر نگویم میکفم در حقیقت خاکسارترین انسانی روی دنیا فکر میکنم که عزیز بیگ است با کدام خاطر همین وقتی ما وارد همین شهر باختر گشتیم یک مرتبه زنگ زدم نیم زنگ نرفته الکی برداشت و با هم صحبت کردیم در یک لحظه خانه استقامتیشون رو آدرس داد و ما رفتیم او رو پیدا کردیم و این خوشبختی رو ببینید که با برنامه به یگان ضدیت راضی شدن مهمانی ما شدن من تشکر میگم که یک احترامی بلند دارن نسبت شما تماشابینان زنده باشه از من قسم برای دعوت عزیز بیگ من سوالهای زیاد دارم و اگر که شما زید نباشید میتونید که پیشکی گویید که به هر یک سوالی من جواب میگید یا اینکه همه چی رو مخفی میدارید از سوال میگریزید نه اگه سوال با سوال دارم سوالی که اگر کم ترگم چی میگن همون لینیا رامکا بگذاره اوزه خیلی دیگه اون سوالا جواب نمیده یک سوالی که همین برای ما و برای مخصوصا برای شما قضیه خیلی برای خودمونه عزت میده من کوشش میکنم که همون سوالا از دایره فعالیت ایجاد و زندگی شما است و خود نخوک باید شما پاسخ گردانید چون که ما اولین مرتبه با شما هم صحبت میشویم و دونستن انمی جوابهای شما برای ما به حد مهم است تمام بیاید شروع میکنیم خاکساری رو از کی یاد گرفتید که این قدر با مهر با محبت مقصد توانستید که ما رو قبول کنید از پدر از مادر نه این چیزا اگر وقتی که آدم در حقیقت خاکسار باشه این چیزا یک کس یاد نمیگیره این چیزا حس میکنه چه حس میکنه وقتی که یک کس نسبت شما ناحرمتی گپ زد شما حس میکنید که همین چه میشود وقتی که یک کس ناحرمتی گپ زد و حرکت میکنه که شما همون آدم هم خیلی حالت نیارین بله انا خیلی خاکساری ای همین جهتی و حس ایده حس کنه که کسی دیگر نرنجان نکنه تشکر عزیز بیگ یک سوال رو میخوام پاسخی عمیق و دقیق داده باشید من شنیدم که شما بسیاری ها رو دستگیری کردید یا که یک مکتبی هنر گشتید دختران زیاد زیر دست شما اومده هنر آموختن و شما توانستید در یک مدت کوتاه با آنها نام بیارید موقع رسانید و اون من مردم آنها رو دوست دارم در حقیقت چرا شاگردان رو خوب تربیت کردید و زود از دست دادید که نمی چه میگن نمی در یک عائله اگر همین 5 فرزند باشه 5 شیر بچه باشه همین
همون فرزندان هم اویلو هم تقسیم میشن. ایش باید این شوهر میکنه، این زن میگیره. هم خیلی باید تقسیم شن. زندگی همیه، همین چیزا قبول کردن نکنه. اگر من چیزا قبول نکنم، من ممکن برم هم یگو شوگیرو ما گنده که بیشینم. ایش خیکده سای، اوش خیشید، اینا ایش خیشید، ایش سلام نمیگه، اوش این چیزا در کار نیست. ای همو هم گذرنده، ای همو آدمایی که همون چیزا را دارن همو هم میگذرن. یکی با جنگ جنجال جدا میشود، یکی با یک مناسبت خوبی اینکه شوهر میکنه، دیگری با یک حادثه‌های دیگر. من آنها با چی سبب از شما رفتن گفتم میتونه؟ من حتما اسمشون رو به زبان میارم، اولا با این سوال پاسخ کنیم. من همه آدم میخواد که خوب زندگی کنن، پیشروی کنن. و یا مثال گپ ایما رفتن یگان بگیم که یگان نشد همین کاریره یگان عقب نزدن و یا با پیشروی کردن. من خرسندم، من میبینم همین روز خرسند میشم. برای چی؟ برای که همیام خیلی شاگردم نباشن و همین اگه خواهرا بودن یا وقت در پیشمون اکا گفته در پیشمون میشتدن اگان او خوردنی هم باشه اگان همین شاگردا رو میگفتم او هم خدمت میکنن. این روز هم که مشهورن ما خرسندیم. اینم مثال دیگه. ولی من میدونم این سوالو بشه شاگردا گفته. بله بله. خیلی اینا مثال دیگه همین فرهنوز بگیریم. نه فرهنوز شرف امیره همون وقتی که همون دوره‌ای که نه اونا همین زپس میکردیم همین فرهنوز یک فعل خوب داشت خیلی رحم دلک خیلی مهربانک بود بسیار سود میخوند. یک ماما داشتم وای فقط پیر شدگی بودن فقط خواب میکردن نجوگه همین فرهنوز همون مامای مرا پشت مساج کرده سرود خوندگه بعد انگلیسی که میخوند بسیار مثال گپ همین نمی چیزو سبب شدن. من فکر میکنم همه آدمو هر کس از دل نیت خودش میومده هم خیلی یک هم چیزو کرد. ما هم او آدم حس میکرده. من دوری میدیدم همین ها من خودم میخواستم که همین را همین پیشروی کنم همین زور شوم. اینا ایروز هم مامام نیست و گذشتگی فهمیدم نمی سال نمی ماهی اول بود دارم هستم کنم گذشتم بود. اینا ایروز مامان نیست. اینا فرهنوز مثال دیگه ما کجای دبینم ما خرسندم ما مامام وای قطمو کلون شدگی دایا جون پس تاینیده وای آدم مثال دیگه با یک نه من در باره اوزی مامان گفتم مامان که کلون شدگی ما کلون شدگیمون دایا خونه فقط دیگه همه آدم نیست. همه آدم ده همه فرهنوز هم خیلی چیکار این صنعت نیست. این آدم خوبی شاید مرچی درین چقدر خوبسوریش. بله ما همین چیزا دایودیم است برای همین روز اگه میگن میگن فرهنوز میگن کمیتری آدم میخونه تراپیسان میگن نه آخی برادر خیلی هم خیلی نشیده سعی او کار باره خدمت من خدمت خیلی اگانز با اگان معرکت اگان چون بو سلام علیک اگان جای چیزی نیست. مناسبت یعنی خوب است. زوره بسیاری ها میگن که عزیزبک مقصد که دست میگیرد بلند میبردارد ولی با قدرش نمیرسند. دیگران رو در نظر دارم. همین خیلی هم شده بود. نه من نمیزنم خیلی ابسولوتاً یگان شاگرد زایی نیست. نه زدگی نه با قدرتون نمیرسند و میروند. شما دست میگیرید و یا میآموزونید اونها درست پس که زیوز داشتن شما رو نگاه نمیکنن. همین خیلی شده بود. اکی خیلی شم میبینین پریاشمو لیکن ما هم چیزا اهمیت نه اهمیت بتین بود خیلی به خطون بزنیم بشین دا میگن پسند نگه هم نگاه کردن نکنه سعی آدمی که قدرش ما نمیفهمه خودش میبینه خودش سلام علیک میگن نه میرسیدگیش چی در کاره. ولی درست زمانی در یوتیوب میلیون ها نوارهای شما رو تماشا کرده به خود جلب میکرده. البته که یک ایده بود یک صحنه‌های زندگی بود که همه روزا میتونیم که در زندگی یک دیگر ببینیم. همین ایده ها رو کی مینوشت کی روی قلم میآورد و کی روی نوار میآورد اساسا همین رو میخوام دونم. اگه هر یک آدم یک چی میگن یک فکری خچه یک من صنعتکار رو در نظر دارم صنعتکار هستن که هم خیلی شاو فکر میکنن چی خوندن چی کردن این چیزا رو همه شاید چی کردن. ما همین یومور قپیدم بعد یومور با ترانه با سرود با ترانه این چیزا نبودن همه فقط طریق غریبی میخوندن. اون وقت بسیار غریبی ما داده بود
همین مو کم کم همین طرف ازبکستان تماشا میکردیم گروه باجالار بود این چیزا خوشون چیزا تماشا میکردیم بعد هم چیزا دمو نبود همون چیز بعد همین یک بیا خیک میکنم بیا خیک میکنم ایدئو نمیخلی او یعنی کی همین خدم با پیش شویر میرم میگم اکم میگم نمیجاش داکو باید گودک بخونه مثلا اکم بسیار شعر مخدم نیستگیم چون سردم برای هم خیلی معنی نداره چند کازم میگم میگه یه سردش مو چی با معنی نداره میگه میگم شعرش خدمم میگم تو گم میکنه نفرونه که قد پست دارد و میخواید قد بلند داشته باشد یا اینکه فربه هستید و میخواید خراب شوید یا اینکه خراب هستید و میخواید فربه شوید یا اینکه زنهایی که از بیماری های زنانه اذیت میکشند یا اینکه از دردهای معده روده گرده اذیت میکشند با همه این شرکت شفا فرما کمک میرساند یا اینکه زنهایی که از مرشینه یا از داغ‌های سفید روی اذیت میکشند با همه این شرکت شفا فرما کمک میرساند غیر از این شرکت شفا فرما برای شما حجامه به پول را پیشنهاد مینماید کسانی که در شهر مسکو قرار دارد هم حجامه کنید هم داروهای خود را دسترس نمایید مرحمت شعر در رشته یومر همین خیلی ایده کردم خیلی چی کرد خدام بعد هم شاعری که یاردم میکرد همون دام میفتم اکا اینجا گودک میشه اینجا خیلی گودک خیلی بگه یا خیلی بگه همونجا دام شاعر در راه نشون میداد نمیش شتوبم شاعر خسو کبرا ودا هم خیلی ایده را خمون میکردیم شما زیاد سند رو دوست می‌دارید ولی همین دوستداری شما سبب شده است که یک اویله رو همه رو سرگرده کنید پدر، مادر можна خواهر و عموما همه خیش تبارو شما میگن سرگردگی و ذوق دارن دوست میدونن راست است نه اون افرانی که در کلیپ ها میبینیم چی میشوند تو و اونم رولی که در بسیار هم کلیپ هم رول پدر بازی کردیم پدر خیلی مایه در خدا این رول نمیدونستیم وای خودش اگر ما یک کلیپ کنم یکی بفهمه اون میگه چون کسی میگه دیگه کاملا چه قطعی هیچی کلیپ کا دیستی میگه نه میگم نه همجا رول که کلیپ کا دیستی میگم کلیپ کسی یاد بیام شما میپشون تا میبیاد رول میدونه فرق نداره اونجا باید سنره تا بگه خودشون دیگه خیلی سنره را استومتم آدم باید مثال که دام رول باید همین بچه باید صغیره میشید پدر نمیدید پدردار میشه رئیس که فرمیش میگه او دو گودکی که وای چی گودکی بسیار هم صدای خوب وای جانای وای اپا من دختر شای وای از کم تا کلونج دیگه برام در کلیپ اوزه خچم ایزو میکشه اکم اچی داور وقتی خچه داره اپای نیسو چی میشوند اپای نیسو وای اکتریسای ها اکمو رنگ خشتاونه موجود رنگ اویلش دیگه کی منم بینه اکمو برای کی سیومکا بوار میکنیم کینو سیومکا میکردیم همین 2 هفته 3 هفته پادریات برای هم یک گرش خطی یک چی میگن یک اتنشن خوب دارم که بینیم با یک ایموسی زور دارم سببی کم نما شدن عزیزبک در چی باشه دیگر نوارهایش رو نمیبینیم کلیپش رو نمیبینیم از چی سبب شما یک بار خودتون رو دور کردید یا اون کار دیگر گذاشتید نه اگه مثلا آدم همین کمتر وقت گذشتن میگیفته 30 سال این ما مثال گپ بچم سیفیده میخونه بچم سیفیده از پیش من روز بسته چنین خدمت میبینیم یا خلا با مکتب میرم اویلا کلام میشه واسه میشه فرزندو کلام میشن مکتب میرم میگه دادر تو خشو نخونده است میگه واخه بچه‌ها میگم شنیدی میگم خونه برای اوچت نمیگو دیدی پرپتر کیسه ما با باینی خمو چی داریم نه دیدی سسکی زن نگرفته دیدی چی میگوین اینا کم کم شوخی میکنیم همورا خب سوال داشت اویدی کم نمو شدن اویدی کم نمو خب انم زندگیه که انم هر چیزیه انم گوداکوز سیف دو ایش یک چیزیه اونجا کلون شدن مکتب شوق بخار ایخر اونجا باید هم اونجا پدری باید بکنید نه هم گودک بودم نه این درست لیکن نبرات شما همون قدر کار ایجاد کنید همون قدر نوگونی کنید من فکر می‌کنم که مبلغ به دست بیاد زندگی بهتر میشود حال اون که شما خودتون رو کنار گیرید دور گیرید و زندگی با زور میبیاید نه که در زندگی نه در زندگی فقط مثلا گپ درباره فقط مبلغ نمیشه برای که کودکو مثلا گپ صدیق میرن یا مکتب میرن ای دستش میخپین میگیرین میبرین او را با میورین با صبرانی میگن میرین وقت نمیرسه رو کمتر شید بعد با هم هر خیلی شوخی هم میکنین که همین بچه‌تون کلونش دیگه مثلا میگن ولی در واقع درست میگه ای میجاقه بچه همین گپی شما میدونید چی نظرم پیش نظرم اومد فرزندی من سیوی دو میره و کلونیش
میگه که دادا هم سینفو میگن که تو بچه بلاگری چی با شما دیگه کسب انتخاب نکردید من بلاگر میگم من که نبرات تو فخر کنم پسرم اگه چی پسری سر یاد گفتم شاید مسخره میکردن اگه نه ما یکم مثال دیگه ما کلیپ زنگیرم داده اگر دقیقی باشم زنگیرم دونه با هم کدام کلیپ دامو اما اپای نیسو قطعی بسیار کلیپوش دیگه ما نمیدونم کدامش از بسیار شده باشه همین آخری هم چیدا همین پوم کشول میکنن همین بان خطی کشول میکنن این هوا یادم میکنه موزی که میگم بست میگم بچه‌ها التماس ایده دیگه پوم بخدش میبرن میگم مایی نه نسیان باز دیگه دنیا دا دیگه خیلی نگاه میکنه یعنی سینی سو وقت ساعت بود آدم رو تغییر میدید همین خیر ممکن از این صورت کلیپو کنم اوجای نه خیلی کم ترک چی میگن اوجای سردنی نه پریکولو نه خیلی متم باین از بگ یک بحث رفته است در اینترنت در همین بحث من میخوام که قدر دونم رفاعت و دون جوان میگن که زنگیرم ایده ما بود پسری پنجی انای رفشن انف میگه که زنگیرم رو من برآوردم عزیز بگ میگه در همه جا که زنگیرم این مول من بود یعنی که با همین ایده ما یوتیوب رو مقصد که توانستم که شاد سازم مردم رو جلب کنم همین من زنگیرم از کجا پیدا شد اولین مولی کی بود ایده کی بود در حقیقت تماشابین دارد این یک پروژه است بیم خطا نمی‌کنم قسم چند این پروژه خودش اولش عظیمزاد ساختن همین سوری زنگیرون همین وای هم پولنی ایده خطی گرفت نویس او را وقتی که ما با پیشای برنامه دارم با فکر گفتگی بودم که ما وقتی که هم یکم شعر خوندم او وقت خیلی سوده پریکولی نبود فکر نمیخوندم کدام سال بود سال 2015 16 17 17 18 بود 17 18 بله همین سالا برام 17 18 بود همون نمیکردم خیلی من خوندم گفتم اگه از این گفتم شعر گفتم تزریق نشه در خونه ما سه چهار ماشین جای آچم یک از بیجم ما گفتم میرا گفتم مگه اون پیسکای خونه تا نویسه باید کم مغره یک اول صرفا نرفت نه بود خیلی چیز بعد نبرد یک همین ایده یا نمود خیس دیگه با دیم شام بردیم دیم شام میلیون زد وقت قدم قربان زور چیزو میبرد قدم قربان قد میلیون میرفت قدم قربان زد یا آی خیلی چی میکردن همین استرامید میکردن بعد خیلی درشی بعد همین یعنی که سرچشمه همین زنگیرم اولین پروژه شما بود امروز عزیز نه عظیمزاد کداخی درش هم عظیمزاد بعد دیگه رو بردن وای عظیمزاد برات ما خوندیم که دوجا بگیم که وای میدونستگی چون هم میدونه چند قسمت برام 3 قسم رو آوردیم 3 قسم 2 قسم شب رو آوردم روسیه رفتم بعد همونجا یک دونجوان رو آورد 2 قسم شب رو آوردم روسیه رفتیم یک دو کار برو خطی ما هم صورتش در توپ بود در توپ اونجا خدیدم رس که خونه ما نگاه که استیلوی ترادیسی هم میگه تق 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 بازیزن من خیلی دانمی بازار ای هم ارکامی هم عرض کسی پیشروی کنه کسی پیشروی بکنه او اکی چقدر کم ترک باید این چیزا که در زندگی احتیاج چیزا نکنه نم کم کم در رودا میسودم مورا اونم هم چیزا رو باید خچه بعد از بگیره اگه ما درو اکات ایده ما که دوم دیدیم ما افتر اسکیما خیلی چیزا همین خیلی حادثه بودن جنگ کرده بودن نه اگه مور کاری نیست جنگ یکی بایدم ما میبینم کس خوندگی باشه خرسند بشم بگم نبرات میشه خوندن میگن که تو درجه دشمنی در بین شما و بهادر و شهلو است که با زبان آورده نمیشود همین اساس دارد ما گنده حرمت میکنم هر شخصا خودشونم از کدوم جهت از جهت که بهادر امکی من بچه شای خشتابور است خشتابور بهترین بسیار سیر و اسرار ما الان از فهمیده ایستاده وای مثال گپ صنعت با چند خیلی ولی ما با کاپتا پیر میشم میام بهادر میگم بسیار گپ چیزا رو باید حیات بردن نکنه سعی یعنی خشتابور است خشتابور تشکر گنجینا شکرونا لیلیا بو خاتون کم چندین دختران توانستند که در پهلوی شما سرود زمزمه کنند و امروز در علایدگی فعالیت برند نسبت هنری آنها شما چی گفتن میخواهید در حقیقت پیشروی کرده ایستادن اگه نهازی مثال گپ شکرانه در دوشنبه کورکیسای خبر داریم الان در دوشنبه کورکیسای همون وقتی که دوره که مخمو میبروردیم همون سردورا پیشکش میکردیم مفلسه دا آوازی مثال گپ آوازی اخلو میگرده این معنی داره اون معنی نداره میگه ممکن آوازی میگه لیکن همون دا ورده وای همین چیز وستره بده همین
همین چیزا طلب میکردن هم چیز استیل خطیده ما همون وقت ما فکر میکنیم که ما همون وقت اگزامین گذاشتگیم انکاز دیم قسم دنیا دوشنبه و همه دیگه با اگزامین دورنده یا شاگردو اگر اسنا سپورت تونستن بعد уже با زور نشان میرم دیم اگزامین اگر دیم اگزامین اینا فرانوسشون میگه یو 10 تا اگزامین سپورت رفتن نه طرفه شاگردی که در حیرت کنن استاد نه ما استاد ما قبلا میکنم باید صنعت شایمن زوره و خوندن یک چیز سبب میشود که تو هم روح به میدروری ما ممکن ایده بسازیم ما یکون سناریو کنیم ما یکون خیلی چیز نو وکل نچیده وای آدم وای خدا دود پلان داره وای ما باور کنم کو نمی خب واقعا من ممکن نگه که همین اوزام برای چمن من مودم فرانسه قطعا 3 سال گپ نزدم و فکر کنم که یکون برای من تاریخ ما پروس همو گفتم کو تو دراماتی مامام دام خیلی چی کرد همه آدم هم خدا یک چیزی گرمی قطعی در یاد مونده برای همو خونمون هوی لبای برای مهمونی بیان لبای شاگردا نه همین برادرو شاگرد نگیم همه شاگرد نگیم ما مختلف شاگرد نیستن البته شاگرد حساب میشوند امروز در پهلوی شما کدومی از آنها فعالیت میبرند کدومیش مقصد چیزا امروز شما با ده میسرویند دوید میکنه آزید شاگردی نه نه هازی که ما خدم نخوندم اگر همه دیگه باشین 1 سال قریب نیم کلیپ یکون چیزا بردگی و توی مرکه چی توی مرکه میرم تنها توی مرکه نه میبرن شاگردا را همش میره خودجاندم توی رفته دینش کنه بونو خدی اون روز گنجینه خطی هم به اجازه هم میشه باید اگه شکران شاگرد هستن توی میریم توی راه پست همین کلیپ هم مسئله کلیپ همون چیزو نمیدونم چه خیلی کی همین یک کور نروا نمیره کم خیلی نموندگی لیکن حرکت ها هست ما باش ما توصیه میدیم که هیچ گاه مغامبیر نشوی اما وقت با پیش حرکت کنه که خدا خواه میشم در رشد هنر شما بیشتر پول رو میگذارد یا که استعداد یا که کوشش و ذوق عموما اگه پول میدونین چی را ارشاد میکنه پول رکلام را ارشاد میکنه پول استودیو را ارشاد میکنه پول همین چیزایی که هست که خریده میشن هم چیزا را نو تالنتی که اون چیزی که در درون تو نسایکو انا اون چیز باید باشه ده نباشه همون چیزی همین قای خشرو کو یک خر خونده زایده همین خجای خشرو ده هم خمیتوا اگر یک زور میخوندگی باشه کو همونجا ده یک من نکی خیلی من خیلی خوندم من فکر میکنم که بچه زور میخونم خیلی اگم بگم که داد میزنن اونطوری نه من بسیارتر هم بایدوی کم کم خیلی روسی تاجیکی ازبکی آذربایجانی علاش کردن خیلی استیلوی همین خیلی اوقاتی وقتی در یوتیوب بحران اقتصادی اومد یعنی کریزیس اومد منفیزات از بین رفت دیگر پول نمیدهد بسیاری ها کارو پرت افتادن این چیز با شما هم ضرر رسوند با ما ضرر رسوند با شما چی آخی نرسونده کلیپو نیسته همین سببش یعنی که اساسی گپ همین است که وقتی 3 سال میشود زیاده به فکر من 3 سال میشود که یوتیوب پول نمیدهد و همین چیز مانع پیشروی چندین بلاگران و سراینده ها گشته است بله اگه همین خبرت که او یوتیوب هم خیلی که هم پول راست خودتونه با کم ترگه در جیبتون میدوخ میمونده دیگه همین با پول اومده سه با ما پیشرویش دیسته گفته دیگه کو هم خمونه کشولا میکردیم ایسنا بده ایسنا یا خیلی آدم ها وقتی پولی کلان به دست میارن یکی ناگهان هم پول از دست میرود بس اینفارکت میشوند یا که یگان کسلی داوله نمیشوند این چیز به شما ضرر رسونده بود اجت سلامتی که پول تو درجه نیست که خیلی سلامتی من سخت برسونده این چیزام فکر کنم پول هم میره کار میکنی با میوی میسوگه خیلی از نفتی پگا نفتی موهیدگی میوی میکنه سالی اگه این چیزی میومدگی میرفتگی این چیز با ما خیلی روحان ضرر برسونه مگه دیپرسی در بغلتون ولی پول خیلی قابلیت دما چی نکرده بود فکری ما شما نیز در آفریدن کینوهای کینو کلیپ‌های بسیار هم تربیوی هم بلد هستید یعنی که هنر و استعداد خوب رو نشان دادید کینو هم می‌کردید یا که اجرا نمی‌کنید کینو هم بسیار کینو کردیم که بزرگ تماشاگرش بسیار است چرا دیگر وای نمی‌کنید شاو نمی‌کنیم این خیلی ده یک چیزا گفتنمونه خیلی کینه مو من مثلا کلیپ رو ادایی باشم کلیپم وقتی اخیر مثلا نگیفته بشه 5 6 10 تاش موضوع بگو نه خنیز یعنی ده کلیپ اخیرم بردگی میاد 4 میلیون گذشتگی
یا تگش اوروسی شه خیلی اوروسی خمونده او کلی چی نمیگه 500,000 نیم میلیون پلاس موتور میگن دو اخیر همین چیزام با اوروسی ما با کانال اکر روستانای و هم ایو قریب میلیونش دیگه مثال دیگه خیلی نه که چیزا برآوردگی باشه مردم نگیرتی حساب باشه تماشا نکرده خیلی نه یعنی تماشابین خود داره تو ها داره می نویسن زنگ میزنم میگه ای بچه تو کوکا کلیپ نمیبره دیگه اکبل میبخشی میگم نصیب هم خیلی بسیار زنگ میزنن بسیار برای که خیلی اگه هر یک آدم یک چیزی خشب پیدا میکنه یک بلاگر یک فیزیکی همین میخندونه یا همین یک کیفیت خوب میتاده مو کلیپمون خودش هم خیلی به ما حرکت میکردیم که همین آدمو دا چیکیم نسلشون زور شد بعد آدمایی که هر چی گنده مینویسن چیز میکردن همون رو ما پرزیدنی ما وقت گنده مینویسه اینا یک سالشی نمیبرویم همیش مو خرسنده در حقیقت خیلی‌ها اگر ننویسن یا که گپی پس نگویند خوابشون نمیبرد همون هم میگم نه اینا یک سال نبروردی اما تو بس که تو هم تریک هم مومنتوم خیلی کمیتری بود نه اینا نبروردستیم همین پروستا بگیرم زندگی دگون دیگرگون شید یگون یا تنها بود تشید اینا مالا عزیز بیک تماشا ببینیم ما دوست می‌دارد که شما با از همون رپرتواری سوپرتون یک چور مثل سرود زمزمه کنید ببینید ما سرودی بهترین نتون رو زمزمه کنید خنده کنی به خاطر من خبر گیری تو از حال من قهر و غضب نازک و تمام شاید شوی فقط یار من خنده کنی به خاطر من خبر گیری تو از حال من قهر و غضب نازک و تمام شاید شوی فقط یار من ناز میکنه بخنده هاش درد دل ساز میکنه بس تشکر در حقیقت یک اسلوب میگن در صنعت نخونده نه با همین اسلوب شما توانستید که در یوتیوب موقع پیدا کنید یعنی که یک استیل خود رو وارد کرده از استیل خود بیرون رفتید و با همین شناخته گردید من احسن میگم و نگفته نماند که شما رو بسیاری دوست میدارم با خدا هم کمی دوست میدارم هم گنده شما رو دوست میدارم اما آدمایی که حرمت دارن چی دارن هم یکی که جای دادیم بیاین سلام علیکم ما هم خودمون باور کنیم که شما رو یاد کردیم یا میاین سلام علیکم میکنین خیلی خرسند میشیم این همه چیز میگذره کده برای همون یک چی میگن یک آدمگری یک چیزی خوب من میمونه برای همون بسیارتر چی میگن کتاب و دفتر بخونین زبان‌ها رو بآموزین این چیزو در کار ایده و آدم‌ها که با خیلی پیشروی برخوردار میکنه برای همون شخصایی که ما را دوست می‌دارن ما هم دوست می‌داریم پیشروی کنیم رشک در زندگی شما دخالت کرده است و پیشروی شما مانع شده است رشک بله من فکر میکنم که همین لبوی مردک که هم خچه مردک کسی میکنم و چیزی رشک است لیکن همین چیزا را که چیکار دارن نکرده همین فهموندن نکرده همین اویله که همین آدم به عقل نسه که میبینه همین نسم هم داری کار کنی خیلی کار کیزه میگه برای همون اگه توی درجه رشک خیلی دیگه میگم نه با این قدر زیبا سلام شما در کلیپ و نقش میآورید این باعث رشک انگار نمیشود آخی ندونه که همش دروغه آخی سریوز نه ندونه وای من خاراکتر ما میدونه او شما او کلیپایی که در نام چیز دیگه از بکه و یک پرسوناژی که ساختگی مخدم ما ای پیش ما با ممکن خیلی آدم باید نم خیلی باشه همین یک چی میگن همین اکتوری هم خیلی رول دایی با همین رول دا باید کنیم دایی باشید من همین عجبی را قبول گرفتم همین سردوم هم شده این تویو دام هم خیلی ایده ما همین پریکول دیگه همین قرار نمیستیم جنگ ها کارکنی نیست نه اگه خیلی اگه آدمی که کم ترک نمیفهمه باشه خیلی نمیفهمه اون جنگ هم که نمیفهمه لباش که نمیفهمه همین چیزا رو اگر همین اهمیت بده کو همین آدم نمیفهمدگی نمیفهمه آدم میفهمیدگی هیچ چیزی نمیفهمه میگن میدونم میگم وقتی خیلی دلنیا نداشتیم میگه خیلی خشید چند سال اولاد شده 10 سال صاحبی چند فرزند صاحبی 3 فرزند
بهترین. من اهمیت دادم شهرو دولت و بهادر جورای فرزندانشون علاقه پیروی کسی پدر هستن. فرزندان شما شوق ندارن؟ اگه همین دخترشم کم ترک талант داره و با انگلیس کی سوزو پورا خای با یگون روز دیگه با یگون کلیپ رو وردیم یگون برنامه گرفتیم باشین بعد و یکی با مایده های با الان کم ترک چی داره ده ذوق داره و талант داره آن بچه‌م دیگه میبینه همین رو کار میکنه و هم میگم میکروفون که میخوام میگم بچه‌م ترنگی من نمیشه اینجا بیام و یا خیلی талант دارن ده رنگی مثلا دیگه چیزا زنده باشه مخلصانش حتی از بیرون دست میبردن. عزیز بیگ، من فکر میکنم که صحبت ما اگر که همون قدر دوام میبرد ما با سوالهای خود همون قدر سوال دادن میگیریم شما رو وقتتون میگیریم. برای وقتی شما رو نگفتن ما وعده میدیم که با در نزدیکترین فرصت یک برنامه جالب حتما بشه و چی در دوشنبه باشه چی در کوانتپا حتما نوگونی عزیز بیگ رو من به شما میرسونم و شما در این انجام برنامه با تماشا ببینید چی کار میخواد. خب خطونه کم درجه احتیاط کنین پدر مادر حتما حرمت کردن نکنه برای که خمونم پدر مادر میشیم و سلامتی تونه همیشه چی میگن احتیاط کنین سلامتی یک چیزی هست که اگر همین چیز برا وکو یکم کذا در کو نمیشه اینا سلامتی تونه پدر مادر حرمت کنین فقط پیشروی را در زندگی مردم غریب شما رو بیشتر دوست می‌دارن با اونها چی گفتن؟ مردم غریب و با تمای غریبی با یک چیز دیگه ایده زیاد دوست می‌دارن عزیز بی دردی که یا دوران مخنا غریب دگیم ده برای هم میدونم خیلی چی گفتنیم غریبا ده یک گپ صبر خداوند است خداوند بزرگای همه ما را نگهبان میکنه ان شاء الله. تشکر زیاد عزیز بی. ما از شما یک عمر منت داریم که شما دعوت ما رو پذیرفتید و مهمونی برنامه ما گشتید. یک جهان تشکر برای اشتراک. زنده باشین. یک چیز دیگه را بگم مایلش بمالال ممکن کم تر خدمت گم کردگی باشم برادرها بخشش برای که خیلی اشید کو نه اینترویو ده گپ زدگیم نه کلیپ کردگیم برای ممکن کم خدمت گم کردگی باشم آدم متشله یک البته برای بخشش زیاد همتون کم بوده باشه. موفقیت میخوایم. زنده باشین. تشکر. برادرای عزیز، کانالی که در اینجا میگذارم کانال حکیم تیوی است. در فرانسه قرار دارد و نوارهای جالبی دقت رو همیشه در کانال خود میگذارد. شما به مالال در مورد آبونا شوید.